امروز برایت ارزان است، باورم کن. برایتان یک داستان کوتاه عبرت آموزی را نقل می کنم که خیلی تکان دهنده است. مرد زنگ زده از آشخانه نزدیک طعام فرمایش داد تا برایش بیارند. بعد از چند دقیقه طعام را آوردند. مرد از در برآمده طعام را قبول کرد و خواست کمی با او شوخی کند. پشت گردانیده به خانه اش در آمدنی شد. در این هنگام جوانی که طعام آورده بود برایش گفت: شما پول طعام را پرداخت نکرده اید، لطفاً حساب خود را پرداخت نمایید. مرد در جواب به طور شوخی گفت: حساب شما در روز حساب است. جوان با یک شکست حالی گفت: آن روز برایت گران می افتد، امروز برایت ارزان است، باورم کن. این مرد می گوید: قسم به ذات الله که این سخنان او مرا چنان تکان داد که تا چند روز به فکر فرو رفتم و هر زمانی که این سخنش به یادم می رسید قلبم به لرزه می آمد و از چشمانم اشک می ریخت. بله برادران و خواهران عزیز، امروز برایتان ارزان است. در همین دنیا حسابات خود را پرداخت نمایید. اگر مال کسی را به ناحق خورده اید، به آبروی کسی چنگ زده و تحقیر کرده اید، به کسی ظلم و ستم و یا تهمت زده اید، البته حسابات خود را در همین دنیا پرداخت نمایید. عذرخواهی و طلب بخشش نموده حق خود را حلال نمایید. امروز برایتان ارزان است، ورنه در قیامت برایتان خیلی گران می افتد.